دادگاه ناحیه اسماعیل سامانی شهر دوشنبه پرونده سیفالدین نظرزاده سابق دیرکتوری کتابخانه ملی تاجیکستان را که به نقض قانون تنظیم متهم می شود دوباره به تفتیشات فرستاده است. در نامه رسمی دادگاه اسماعیل سامانی که شام 28 اوت به دست سیفالدین نظرزاده رئیس سابق کتابخانه ملی تاجیکستان سپرده شد، از جمله چنین گفته شده است: هنگام آموزش موادهای پرونده حقوق ویرانکنی مأموری معین کرده شد که آن همه طرفه پرره و خالصانه مورد تحقیق قرار نگرفته است. بنابراین این پرونده به کمیته دین برای اصلاح کمبودی‌ها برگردانده شد. این خبر روز 29 اوت به رادیو آزادی نزدیکان سیفالدین نظرزاده تصدیق کردند. آنها گفتند سیفالدین نظرزاده همراه با خدایش تاج‌الدین حبیب‌الله به جوابگری کشیده شدند و برای نقض قانون تنظیم جواب می‌دهند. سیفالدین نظرزاده روز 15 اوت، یک هفته بعد پخش برنامه تلویزیونی که او را در نقض قانون متهم می‌کرد، از مقامش برکنار شد. خود نظرزاده با اتهامات راضی نیست و ادعای تفتیشات را به پایان می‌نامد. برخی از کارشناسان میگویند قضیه نظرزاده بیشتر به انتخابی بودن مجازات منصبداران از روی قانون بحث برانگیز تنظیم رسم و رسوم شباهت دارد که در مثال یک مقامدار سطح پایین دولتی میخواهند نمایش دهند که مقامات نقض کننده قانون را هم به جوابگری میکشند. درباره نقض شدن قانون تنظیم در توی پسر سیفالدین نظرزاده، آن زمان دیرکتور کتابخانه ملی تاجیکستان، شام 8 اوت در یک گزارش تلویزیونی که از سوی آژانس ضد فساد تهیه شده بود خبر پخش گردید. در این گزارش گفته میشد که سیفالدین نظرزاده در آش نهار توی پسرش از معیار زیاد آدم دعوت کرده است. در نظر بود که مرافعه نوبتی روز 28 اوت برگزار شود، اما دادرسی پرونده خورشید عیسی‌زاده بررسی آن را به روز دیگر واگذاشت. در دادگاه سیفالدین نظرزاده مستقلانه تلاش دارد از حقش حمایت کند. از روی اطلاع دریافتی، نظرزاده در این محاکمه ها وکیل دفاع ندارد. نزدیکان نظرزاده گفتند که او تنها با آژانس ضد فساد در دادگاه بحث دارد و هیچ گونه بحث با تلویزیون تاجیکستان در بین نیست. سیفالدین نظرزاده روز 28 اوت در دادگاه بود و درخواست خبرنگاران را برای شرح موقعش تا پایان مرافعه به تأخیر انداخت و تنها گفت که با انجام پرونده قضیه را به مطبوعات شرح خواهد داد. اما 9 اوت بعد یک روز پخش گزارش تلویزیونی درباره سیفالدین نظرزاده و توی پسرش، او در صحبت با رادیو آزادی گفته بود هیچ گونه قانونشکنی نکرده است. در حقیقت توی فرزندان بود، اون توی اوشینهار با از طرف عروس گذرانده شده بود و ما در اونجا اشتراک کردیم و البته این ثبت تلویزیونی که شده تا به حال ما برای مثلا از طرف کمیته تنظیم برای پروتکل ویرانکنی را دسترس کردگی نیستیم، معلوم نیست کی است. تا به حال من نمیدونم، من فکر میکنم که این کمتر کاری سراسیمگی شده است. البته تا وقتی که مثلا قراری سود نباید در این باره هیچ چیز ممکن نیست. اگر دادگاه نظرزاده را گناهکار اعلام کند، از روی قانون نوشته تنظیم رسم و آیین ها با او تا 25,000 سامانی جریمه تهدید میکند.